سلام خوب هستی؟ غریب بود که خفه شد. تو کجا بودی؟ در فایده بودم نمیشد که بیایی هر روز موبایل صندوق تا خود میگم که رقم زندگانه رو هیچ بدرد نمیخوره. تا حالا خوب پیش رفته بعدش هم خدا مهربان است اما چیز خوب میشه وقتی میرو موبایل صندوق تو هم که میری ترس وری میداره. تا خود میگم اگه این دفعه تو نیایی یا با جای تو کس دیگه بیایی باز. سوال خوب پیش رفته بعدش هم خدا مهربان است ها؟ ای دیوانه یا ببین که برای چی آوردین؟ چی هست؟ اگه گفتی؟ البته لوبیاس بده. نه موهی؟ نه اوه بگو دیگه کم است که از گشنگی بمونم. نه گوشت گوساله وای وای خدا جان گوشت فکر میکنم مزهشو یادم رفته باشه. مزه دار است؟ راستی یک چیز دیگه هم اگر گفتیم وای خدا جان ماست این از کجا آوردی؟ امروز سر نان خوردن دادم بازمونش را جیب کردمش گفتمش میارم برای تو شما روز از این چیزا میکنید؟ همیشه نه گاهی وقت زیادتر وقت آشپز ما دیگ میکنم اما نمیتونم برات بیارم بابا این چیزا رو که آوردی بر جنجال جو نشه. نه نمیشه من رقم که مرا کس نبینه ما خود دیوانه نیستم که مرا کس ببینه فواد تو خیلی آدم خوب هستی ولی کاش که افغان نمی بودی. چرا با خدا زینب باز میخوای بحث شروع کنی؟ این هزاره و افغان تاجیک و ازبک این گپا چی معنا داره؟ بیبی که دیگه برای چی آورده؟ امروز چی گپ است؟ این که چیزای مثلا آورده بر من نه که جشن است. آه جشن است راستی؟ دو سر از پیش گفتی دلت چی میشه؟ نه آه چون؟ خودش است یه نه بگی پیش که یخشوا بخور این از کجا آورده؟ ماست بده فقط بگو چی میخوایی دیشب بود صبح بود نمیفهمم در موبایل
این صندوق خوش آوازم فامیده نمیشه. خواب دیدم پیش از جنگ در خانه ما کلگی ما بودیم. پدرم، مادرم، من خورد بودم. در دام دروازی اولی که سکینه و فاطمه او رو سگ بازی میکردم. لولای من داخل اولی سرتر ششته بود. تو اونجا بودی. نمیفهم تو اونجا چی میکردی. وقت از پیشیم تیر شدی. کمک شکم کردی. دیگه نمیفهم چی شد. خوب است انشالله. انشالله. فواد اگر خوار تو یک جایی مثل اینجا که یک بچه از آنانی بود تو همش چی میکردی؟ خوار من؟ او شیر دارم. 2 دانه طفلم دارم. خب چه فرق میکنم؟ نمیفهم. ولی وقت خیلی میترسم از اینکه لالایم بابیم بیایم مادر اینجا اینجا ببینم چه فکر میکنم؟ خب ما راستش برشان میگیم. ما مطمئن هستم تو راضیستن ما مرده باشم نه پیش تو. باز میخوایی بحث شروع کنی؟ حال نمیشه در اجازه فکر کرد. ما باید صبر کنیم. اگر ما پیش بریم خب او وقت اینجا بیروبارش کم میشه که طرف شما میخواید پیش بریم؟ نمیفهمم. میفهمی گناه ما است. بیبی زینب جان چی زنی؟ چی گم بود؟ هیچی نه. باید کم کابر پایید. چی گم شده بابا؟ هیچی نه. گفتم هیچی نه. یک چیزی شده نکنه فهمیدم که من این هستم. اگر میفهمیدن از 100 نفر در اینجا بود. وحشی هستم دیدم. چرا وحشی؟ نیستم؟ نه؟ بازم الهی از اونا دفاع میکنی. تو الهی معلومات چی میکنی؟ 100 دفعه گفتم که جنگ است. خب حالا نکنه کسی که جنگ شروع کنم. خودش خراب کنم. آقا شما تا که بفهم هستن ما چی آمدن؟ دیدی که به انصاف هستی؟ تو فقط در فکر خودت هستی. نیستم نگی ما من خانه از زندگی شما رو خراب کنیم ها؟ خیلی بچگانه فکر میکنی. راست میگی بابا کلام. حالا زیادتر از یک باز ما باید صندوق خمس هستم. گناهی کیست؟ از ماست؟ از زنه و بابی ما سسترسی که من چه کشیدیم ها؟ مادم از دست شما نیست؟ سترس من؟ آن تو نگی تو از من نیستی؟ برو ستر که صدات بیرون میره. بابا برم! من دیگه تو کار ندارم. باور کن کل جایی در میکنم. از صبح تا شب. از شب تا صبح با من صندوق. باز میگم من بارانو کنم. زنگ خلاص شما. از قصد زندگی کنم من بهترم. فکر کنی که اونا بیان تنها تو رو میکشن؟ نه، ما بدبخت میشم. ما که ما بندی خانه. گفتم که تو فقط در فکر خودت هستی. بازم بگو وحشی نیستن. آن یک آدم مثل تو پیدا شد من رو نجات داد. اگر شما برید با من تو قاینگم دختره دیگه تکلیف من چی بشه ها؟ ما پیش نمیریم. دروغ میگی. میره شما پیش آمده رایستن. پیش میاد؟ تو رو با راست میگی فا؟ برازت که اینجا میرسن؟ معلوم نیست. شاید بتونه دمشان رو بگیری. شاید هم نتونه. نمیفهم. میاین. اونا حتما میاین. چرا که خیلی وقت بود منتظر قسم یک روز بودم. منتظر بودی؟ ها؟ اگر اونا بیاین؟ اگر برسن اینجا؟ خب چی بهتر از این؟
خیلی دلم گرفته زینب. دلم بر مادرم تنگ شد، بر خانه ما، بر کوچه و منطقه ما. خب جنگ خراب شد، تو بس بگ پیش خانواده. آدم در جنگ همیشه میترسه، همیشه میترسه اون چیزی را که بیشتر از همه چیز دوست داره از دست بده. در گفته خودت جنگ رسیده. لعنت بر قدر جنگ. وقت رخصتی در خانه ما خوشی میبود، بعد در خانه بغلی چوپ و چوپی میشد. فقط بگو بودن ما اونا رو به یاد کسایی مینداخت که دیگه پس نمیاید. کوچه را که سیل میکرده جای خیلی ها خالی بود، همبازی های بچگی، رفیقای جوانی، جای خیلی های دیگه. من رو بگو فا که اصلا نمیفهم خانواده کجا هستن، کیا مردن، کیا زنده هستن. خدا کنه کلشان زنده باشه. در مزار خیلی ها رو کشتن، خیلی هایی که نظامی نبودن. شوی خاله ما دوتا بچه هشن، بچه های بابا نوروز، بچه های خیلی ده های دیگر. شما چرا اینجا آمده؟ ما خب بدل خود نامدیم. وقت خورد بودم، وقت از چیز میترسیدم میرفتم در بغل مادرم، او برام لالالو رو میخواند. زن مورد زن مورد مادر ما هم میره میخواد. صدایش قدر آرام میکرد که فکر میکرده باید دیه و جلد نمیتونه آزاد بشه. حال رو ترسیده، کاش مادرم اینجا میبود. تو از ازارا میترسی؟ تو میخوای پیش اونا بری؟ خب آه دیگه باید برم. خیلی تکلیف ما چطور میشه؟ تو هم از دست من خلاص میشی. تو پس بیر پیش خانواده. خلاص؟ من خودم خواستم. دفعه اول که دیدم از ترس قریب بود که بمرم. با خودم گفتم که چرا زنده آمدم تا که گیر تو گفتم. حال چی؟ بابا تو خیلی آدم خوب هستی، تو که از اونهای دیگه فرق میکنی. پیش از اینکه بیرون ما رسیدن تو از اینجا برو. یعنی بگریزم؟ نمیخوام فقط برو. ما در اینجا با بین صندوق منتظر میشینم. من نمیخوام. نمیخوای که چی؟ که نیروهات هم بیای مرا بکشه؟ من نمیخوام تو کشته شوی. کسی خبر نداره که تو کی هستی. کسی نمیفهمه که تو از اونا نیستی. ما چطور از اونا نیستم؟ ما که تو آمده، ما اوغان هستم. چرا مدام کش میکنی که من از اونا جدا بسازی؟ هیچ کدام از اونا این کارو نمیکردن که تو کردی. میکردن؟ ها؟ میکردن. خیلی چرا من با بین صندوق قاید کردی تا کس نبینم. هیچ کدام از اونا نمیامدن که یک دختر جوان پیدا کنن، کمکش کنن که حالش خوب شود. با وجودی که هزاران خطر تهدیدش کنن، بر شامران بیارم. این قدرم چی؟ قدرم نجیب باشه. چاره نیست فوت. چاره نیست من باید برم خانواده پیدا کنم. اونا از خاطر من پریشان هستن. اونا خبر نداره که من چی شده. بیتاری دو بار بران لعنتی من
کارم گفتی؟ بمباران خاک خاکباد غار مغار از یادم نمیره. بله من از یادت میرم نه؟ تو چطور یادم میری ها؟ چطور؟ تو فکر میکنی من کی هستم؟ من کل زندگی رو مدیون تو هستم. ولی میخوای بری؟ میتونم خیلی تو آقا نوینی صندوق باشم. نه ولی میری سر خانه و زندگی میری خانوادی تا پیدا میکنی شایدم خیلی سو دارسی کنی من دیگه رای ندارم. باید برم. یک رای دیگه هم هست چرا؟ بیا که تو نبریم چی؟ خب مگه با من نمیگی که پس برم تو میتونی که تو بری یک رقمی که کس نمیری کمی که گزوادی شد ما تو هم پس میریم قندا بر قبل مردانه میتونی که صحیح سالم برسانه میتونی من که تو برم قندا؟ چه فرقی میکنه؟ بس خود تو نمیفهمی که خانوادیت کجاست اونا فکر میکنن که تو مردی دیگه فرق نمیکنه فرق نمیکنه؟ ببین چند یک روز خلاص میشه ما تو پس میم خانوادیت رو پیدا میکنه چرا تا پای میزنی؟ نیست من نمیتونم حاضر بودم این جنگ اول سب کن بکشه و هر روز بیم تو رو ببینم زینب چی؟ که تو ما رسی کن من خانواده خوب دارم پدرم، مادرم، بیادرم، خواهرم اونا خانواده خوب هستن اونا درس خواندن اونا میفهمن بس کن زینب که تو ما رسی کن خواهش میکنم زینب من کوشش میکنم که تو گریه میکنی؟ حتما بدت میانی؟ حتما به خاطر که افغان هستم فرق ما با یک هزار چیست؟ من آدم هستم نیستم فرق ما و شما خیلی زیاد است چی فرق داره؟ تو یک زن هستی مثل تمام زنهای دنیا ما هم یک مرد هستیم مثل مردهای دیگر خیلی ساده است اگر مردم بفهمن که ما که یک تالی گرفتیم پیش سرم چی میگه ها؟ خب اونا از کجا میفهمن؟ یک وقت میفهمن نمیفهمن؟ کن که بفهمن اصل کار ما و توسته نه دیگران نمی بابی خانواده آبروی کلگی گپ زدم قد تو فایده نداره تو لش که در رایستی لش میکنم بیبی فاول تو چیزی میگی که خودت هم میفهمی نمیشه من میرم تو میری حتما در منطقه تو بابا میقابل تو از من که در مقبولتر پیدا میکنی من مقبولتر از تو را کار ندارم بیبی تو باز لش میکنی من نمیتونم من تو را با خدا بس کن فاول من دلم نمیشه چیزی را من بگم که نباید چرا؟ با خاطر که فکر میکنی با من مدیون هستی من با تو فقط همی هستم نه خیلی چرا؟ بس که فاول برو پشت خانه و زندگی با من که برو پشت سر نوشته میرا باور کن باور کن که تا قیامت یادم نمیره که یک طالب کمکی کنم نجات دادم یک طالب یک افغان یک دیو یک آدم خور یک آدم کش یک بیچاره با به پدر به مادر که حق زندگی کردن نداره به خاطر که نامش طالب افغان است من کسی نکشته نمیکشم به خاطر که ما آدم کش نیستم ولی یک افغان هستم افغان طایفه است من یک اسکر طالب هستم که به زور آوردنه و این برای محکوم کردن ما بس است تو هیچ کدام از اینایی که گفتی نیستی تو یک انسان خوب هستی ولی یک طالب هستی یا نیستی ها؟ درست است ما به تو حق میتونم هر چی که میگی درست ولی ما هم حق دارم نه وقتی دوزه بیدومت فکر کردم مردی نمیفهم چی احساس کردم نفس میکشی دیدم زنده هستی هیچ نمیفهمیدم چه کار باید کنم خواستم برم دیگران رو صدا کنم ولی ترسی که اسیر شوی مثل دیگه اسیران برای رفتار کنن آزارم دید روز اول مدام که خودم در جنجال بودم که برو میگم بپرشم بگویم من نتانستم
وقتی که تو چشمایت باز کردی مرد قدر ترسیده بودی که حاضر بودم بمونم تا توی قدر نترسی. ما به تو عادت کردیم. اولش همی بود ولی پس هم تو شدی مثل هوایی که نفس میکشم. بهترین وقتایی بود که کنار تو میبودم، با هم جنگ میکردیم، میخندیدیم، میخوردیم. زین اگه اونا بفهمن که من تو اینجا پود کردیم بعد برایستم. ولی حاضر هستم به خاطر تو هر کاری میکنم. هر کاری هر چی من بگویم، هر چی که تو بگویی، حتی اگر بگویم من با قمندان بی پدر و مادرتم که باعث این همه بدبختی شده بکشی باز قمندان ما را بکشیم. و یک طالب بیچاره است که از این وضع راضی نیست. مثل خیلی های دیگه قماندی اصلی از جای دیگه صادر میشه. ماما مسیر میگم من دستم به اون نمیرسه، حتی نمیمونن که ببینمش. عکسش هم تا هنوز ندیدیم. تو از من یک خیانت کنم. تو هم از من میره میخوایی؟ من گفتم برو کسی را بکش. گفتم یک دختر هزاره اما یک اول طالبی نمیمانه میگم. تو از ما بدت میاد؟ نباید بیا. خب تو راست میگی. ما بالا شما نکنیم. شما زندگی تا نمیدید. ولی از من چرا؟ از تو بدم نمیاید. باید فرق ما و شما خیلی زیاد است. فرق پشتون هزاره؟ نزدیک میشه. هیچ جور دیگه وجود نداره. اگه تو بری بدونی تو. من که برم تو اینجا چی میبینی؟ تو پس برو سر خانه و زندگی. کدام خانه و زندگی؟ پیش پدر مادر، پیش خانواده. خانه بی تو. یک عادت کردی هر روز من از مابین صندوق بیاری بیرون یک قطی کنسر رو بانی کشیم ها. دیگه دلت میخوایم منو ببره قندان مابین صندوق قایم کنی. بیبی فقط من میرم طرف بلخان، تو میری طرف خانه. جنگ خلاص شد با یک دیگه خود خط نشدم. فکر کردی که ما اشتوک هستم؟ خط نشان میدونم. میری ولی رسولان آمدن شارم تا صبح نه. چی امروز چی صبح؟ بالاخره میرسیم. باز میایی؟ نمیتونم. باید باشم. بگریز. اگه تو که میامد یک دلیل بود. ولی بی تو؟ اگه اونا آمدن تو اینجا پس میایی؟ اونا حتما میاد. اما تو باید خطا نشد. نیروهای ما پس رفته رسه. استاد چهار تصمیم شد کن. ما برشان میگم که تو نجاتون دادیم. برشان میگم که تو چقدر آدم خوب هستی. اسیر است. چی خوب باشه چی بد. نه برای ما فرق میکنه. ما برشان میگم اون آدم خوب هستن. تو ضمانت یک طالب میکنی؟ یک دختر هزاره میره دبای نصیبا که ضمانت یک طالب کنه؟ در خودت زحمت نکن. تو برو فکر مرا نکن. من یقم بالای خود میقبولم. خداحافظ. فوت بیا برو طرف بلخواه. جنگ خلاص شد بیرم قندان پیش خانواده. اونا از ما بدشون نه. کسی مگه باز گوش نمیکنه. ما به پدر مادر میگم که تو چی کردی؟ اونا هیچ وقت نمیمونن که تو کت مارسی کنی. میمونن اگه من برشان بگم. پدر تو اونا تو رو میکشن. پدر تو یک هزاره است. بیبی فوت تو بیا برو مابین صندوق. نیروهای ما کمک پیش یکشان میره که آدم خوبی باشن. کلی چیز برشان میگم که تو نجاتم داری. اونا حتما کمک ما میکنن. فوت از آدم خوب دارن. بیا برو مابین صندوق. ببین گپا رو میزنی که چی شد؟ تو برو. ما میرم بین نیروهای خودم. من کوشش میکنم که چرا؟ میترسی که من بمرم؟ وقتی تو رفتی دیگه چی فرق کنیم؟ حتی بادم خبر مرگ ما بکنم. تو خیلی بینصاف هستی. تو نیستی. همیشه در فکر خودت هستی. هیچ جا میرقم نیست.
میماندم که بریم. خیلی بو که مرا دوست داری. خواهش میکنم برم بگو. بو که مرا دوست داری. خواهش میکنم بگو. هر روز موبایل میشاندم. در خانه بیدار و پیکر منتظر میشتم که تو بیایی. منتظر صدای پای. صدای پایت که میشنیدم ترس ورم میداد. با وجودی که صدای پایت از میان هزاران صدای پای میشناختم، ولی بازم میترسیدم که شاید تو نباشم. سر صندوقه که باز میکردی دنیا سرم روشن میشد. تو همیشه خوب هر وقتی که میامدی گلیمی شاینکی چراغی با خود میآورد. ریزت پر از خواب اینجا مثل خانه ما. کاش که جنگ نبود. کاش که اینجا زندگی میکرد. زینب چطی خانه را میشه جور کرد. سخت است ولی میشه. دیواران باید کاغل شد. یک سنگل و یک رنگ هم روش. به نظر چه رنگی باشد؟ سفید سفید روشن. آه سفید روشن به خاطر زینب جان. دروازه دیگه به نقل نمیخوره. تبدیلش میکنه. تبدیلش کنه. نه حرف میشه. باید جورش کنه. آه جورش میکنه. وایسایسته افتوارگند دیگه کاسم میخوره. چی گفتی ها؟ کاش که جنگ خلاص شد. شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روز اول که دیدمت گفتم، روز اول که دیدمت گفتم، آن که روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم رحم کن بر دلم که مسکین است. گاه یاد کن بدش نامم، گاه یاد کن بدش نامم، سخن تلخ است. باید بریم. فوت بیا بریم طرف باید. باز فکر نمیشه اون طرف. خیلی صبر میکنیم که پیش بیه. چرا نمیکنی؟ اگر اونا بیان اینجا باید دیروهای ما زنده برن. یه لحظه میتونه شود. اگر وقت با تو رو ببینن حتما یک راهی هست دیگه. هیچ راهی نیست. هزارو از هر طرف حمله کرده باشن. پیش از که اینجا برسه باید ما تو از اینجا بریم. یعنی بریم قندار؟ هر جایی. فقط راهش این نیست. ما حاضر هستم که بمونم. ولی کدی تو ولی کدی من نیوی. لگ باز.
تو باید کتما بیایی. خوب بالا نشان دادم رئیس. موضوع نیستم تو را از دست بتون. خیلی چرا سرم تو فهم گرفتی؟ حرکت نیم چی؟ فهم میکنی؟ تو کتما میایی. اشتباه میکنی. وقتی جور جنجال نیستن خواهش میکنم بیا که برم. من کدی تو نمیایی. بزن فوت. ولی دوست دارم تو برو بکشی. لج نکن. هنوزم یک فرصت هست. ما میتونیم کنیم نجات پیدا کنیم. وقتی که جنگ خلاص شد میریم خانواده تا پیدا میکنیم. دیگه ماندن در صندوق هم دیوانگی است. وقت تو دلت است. ما به طرف دشمنای برم که زندگی من آتش میزنن. با دشمن کار نبرم که زندگی من خراب کنن. فوت. من کدی تو نمیایم. ما ترجیح میدم که بمرم. تیکه تیکه شوم ولی کدی تو نیایم قدر. زینب لج نکن. گفتم امروز نگرانی است. ما میتونیم نجات پیدا کنیم. وقتی که جنگ خلاص شد میایم خانواده تا پیدا میکنیم. زینب فقط مون که از این جهنم نجات پیدا کنیم. تو هم مسلمان هم مسلم کنیم. باشه هستم. خب باشه. دقیقا ما هم شیعه زیاد داریم. اونجا هیچ کس مثل من نیست. میفهمی من ازاره هستم فقط ازاره. من فارسی گپ میزنم تو پشتو. بزن پیش از این کنم بیرم. پیش از این ندیش شدم تو مسیح شدم تو بزن خلاصش کن. مرا مجبور نساز که بازور ببرم. چیه میزنم؟ اگر چیز بزنی اونا می اینجا ما رو با کشتن میکنه. نه تو چرا قرار میکنی؟ زینب هنوزم یکرانی است. ما میتونیم نجات پیدا کنیم. وقتی که جنگ خلاص شد میایم خانواده تا پیدا میکنیم. زینب دیگه ماندن در اینجا دیوانگی است. تو برو. در فکر ما نباش. آخه ما چطور میتونم تو رو در این وضعیت را کرده برم؟ اگر اونا برسن بزن فوت. بزن تو خلاصش کن. باور تو کسی ملامتت نمیکنم. بزن و از اینجا برو. تو رو بکشم؟ تو رو؟ آخه چرا میخوام؟ خدا من دو کجا مونه که برسن دورو داری یا برکت من یا میری بدون من ما را بر پیشرفت نداریم فقط میتونیم پس بریم با مگر چانس داشته باشیم اگه چانس داشته باشی
خوب پس پیشتر فرق نمیکنه. خب پیش میگی. برام اگر تو بخوای بیای کتی من. دیوانگی نکن زنده. برام بده با من کوشش میکنم که راه پیدا کنم. هیچ راه نمونده. فقط تو باید انتخاب کنی. من تو رو انتخاب میکنم. بیا که بریم. کجا؟ هر جا کشید با هم میریم. کجا؟ دست بده با من. او را اون طرف کن. گفتم کجا جواب من. گفتم هر جا کشید با هم میریم. مگر قرار است که بمونم؟ اینم اینجا باید بمونم. دست بده با من. پیش او را اون طرف کن. من کوشش میکنم که راه پیدا کنم. بده دست با من. پیش نیا مگر تو نیا. دست بده با من. پیش نیا. حدیثم تو خلاص شد. از اینکه کشته شوم، از اینکه بندی شوم و پیش چشمان تو را از بین ببرم بهتر است. مگر تو نیا. خواهش میکنم برو دیگه اینجا باش بر تو آفر میشه. برو فقط مگر تو نیا. دیگه اینجا باندم تو فایده نداره. برو فقط. باید کتی من بید. یا مرا بکش یا که قبل بهتر شد. آرام شد. را میرسم. بیا برو داخل صندوق.